به نام آفریدگار عشق آگاهی سلام میکنم به همه شما عزیزان. خب در قدم اول نیاز داریم تا با نرم افزار نویز ریدیوسر فایل صوتی یا ویدیویی خودمون رو نویز گیری بکنیم. برای انجام این کار روی دکمه ایمپورت فایل که با علامت به علاوه مشخص شده کلیک میکنیم. 3 گزینه برای ما نمایش داده میشه که در گزینه اول آدیو ما رو به سمت سورس های صوتی ما در گوشیمون هدایت میکنه. گزینه دوم ویدیو ما رو به سمت سورس ها و منابع ویدیویی داخل گوشیمون و قسمت ریکورد امکان ضبط مستقیم بر روی گوشی رو برای ما فراهم میکنه که من از بین این گزینه ویدیو رو که جذاب‌تر انتخاب میکنم. یک فایل ویدیویی که از قبل بر روی گوشیم ضبط کردم انتخاب میکنم تا عملیات دینویزینگ بر روی اون انجام بشه و نمایش ویدیو پروسسینگ فینیشد نمایش داده بشه که بر روی اوکی کلیک میکنیم. حالا بالای قسمت دکمه ایمپورت فایل دکمه پلی اورجینال وجود داره که امکان شنیدن ویدیو به صورت اصلی با صدای اصلی خودش برای ما فراهم میشه که به خاطر اتصال میکروفون من به گوشی موبایل این امکان الان فراهم نیست. و در کنار اون یا بالای دکمه سیو دکمه پلی نویزلس وجود داره، یعنی پلی کردن و شنیدنش بدون نویز هست که شما میتونید اینها رو با هم کامپیر و مقایسه بکنید. در پایان حتما بایستی روی دکمه سیو کلیک کنیم و فرمت دلخواه خودمون رو که اودیو فرمت یعنی فرمت های صوتی مثل ویو MP3 یا فرمت ویدیویی مثل MP4 یا MKV هست یا 3GP انتخاب بکنید که اگر ویدیویی رو انتخاب میکنید پیشنهاد من به شما MP4 هست.